دلیل مرگ خانم نغمه هنرمند مشهور افغان در کشور امریکا چی است؟ آیا با واقعیت نغمه هنرمند مطرح افغان وفات کرده است؟ گفتنی‌های تازه خانواده نغمه که هرگز باور نخواهید کرد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب و فشار بدید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. خانم نغمه هنرمند مشهور، یکی از چهره‌های شناخته شده و مطرح در میان هنرمندان افغانستان، علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. نغمه هنرمند محبوب افغانی است که همیشه خواسته است جایگاه هنری افغانستان را برای مردم جهانیان به نمایش بگذارد. این هنرمند اصالتاً پشتون می باشد و بیشتر از 65 سال عمر دارد. وی در سن طفولیت قندهار را به مقصد کابل ترک کرد. وی در کابل زندگی می کرد و در سن 18 سالگی با منگل هنرمند مشهور افغان ازدواج کرد. نشر تصاویر تازه نغمه با منگل در صفحات مجازی موج انتقادات و حمایت ها را به همراه داشت. اما نغمه در سن 40 سالگی و در سال 2006 از منگل جدا شد. باری دیگر ازدواج کرد ولی از همسر جدیدش طفلی نداشته است. کارهای هنری نغمه تاکنون ماندگار بوده است. انواع کنسرت‌های در سرتاسر جهان برای تمامی علاقه‌مندان و دوستدارانش برگزار می‌کند. تازه تصاویر بانو نغمه، هنرمند محبوب افغان در کشور امریکا، دست به دست می شود که این هنرمند مطرح و نام‌آوازه افغان در کشور امریکا وفات کرده است. تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست، اما لغو تمامی کنسرت‌های امریکایی نغمه در صفحات مجازی مورد نقد و نظر قرار گرفته است. اما من آرزو دارم خبرهای نشر شده در صفحات مجازی دروغ باشد. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان بانو نغمه به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب و فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر، بدرود.